موبایل خاموش شد. نگاه. برو اونجا یه دفترم، اونجا وایسا، اعدادو بهت میگم تو بنویس. باشه؟ زود باش. 4 تا 0 0 1 1 0. وقتی تلفن رو جواب دادم فقط جیغ میزدم. بیرون شو از سایتش، بیرون شو میگم از سایتش. سعید زنگ خورد. هلو؟ سعید کی بود؟ موبایل خاموش شد. نگاه. پشما. جواب نده سعید، جواب نده. میخوام زنگ بزنم بهش. سعید بی خیال. هلو؟ تقریباً 8 ماه پیش یه اتفاق کاملا واقعی و در عین حال عجیب واسه مردم شروع به افتادن کرد که رفته به رفته گسترش یافت و فکر کنم که بالغ بر 65% افراد این اتفاق رو تجربه کردن. داستان از اینجا شروع میشه که یه سری شماره ناشناس خارجی با مردم داخل کشورمون تماس میگرفتن. اغلب این شماره ها اعداد بلندی داشتن و بعضیاشون هم اعداد عجیبی داشتن. زمانی که با موبایل یه نفر تماس می گرفتن منتظر می موندن تا اون طرف جواب بده و زمانی که جواب داد هیچی پشت تلفن نمیگه و حتی گاهی اوقات تلفن رو قطع میکنه که همین اتفاق باعث شد خیلیا فکر و خیالای وحشتناکی به سرشون بزنه و با خودشون بگن که وای این کی بود با همون تماس گرفت، از همون چی میخواد. چون واقعا هم ترسناکه. فرض کنید که یه شماره ناشناس خارجی شبا چندین بار به موبایلتون زنگ بزنه و وقتی جواب میدید صدایی نمیشنوید و سریعا موبایل رو قطع میکنه. حتی بدتر از اون، من توی استوری اینستام ازتون خواستم که اگه یه همچین اتفاقی واسهتون افتاده و یه شماره ناشناس خارجی باهاتون تماس گرفته، از اون شماره عکس بگیرین، یعنی اسکرین شات بگیرین، واسم بفرستین و تعریف کنین که چطور باهاتون تماس گرفت و وقتی جواب دادید چه اتفاقی افتاد. یکی از برابچ گفته که وقتی تلفن رو جواب دادم فقط جیغ میزدن و هیچ صدای دیگه‌ای نمیومد و اینم از شمارش. شخص بعدی گفته من معمولا جواب تلفنش رو نمیدادم، اما وقتی یه بار جواب دادم صدایی مثل خور و پف شنیدم. بعدش رفتم از خونه بیرون. زمانی که برگشتم خونه دیدم موبایلم داره خاموش روشن میشه و اینم از شمارش. شخص سوم گفته بعضی وقتا به موبایلم زنگ میزنن، وقتی جواب میدم یا چند تا بوق میخوره قطع میشه یا جواب میدن اما هیچ صدایی ازشون بیرون نمیاد و همین قضیه رو ترسناکترش میکنه. اینم از شمارش. و شخص آخر گفته این 2 شماره 2 بار به هم زنگ زدن که شمارش از خارجیه که وقتی جواب دادم به صداهای نامفهومی شنیدم که بعدش موبایل رو قطع کردن. اینم از شمارش. پس درسته این شماره ها طبق حرفایی که فالوورام زدن و طبق تجربه‌ای که خودم داشتم بعید میدونم این شماره ها یه شماره معمولی باشه که توی این ویدیو من قراره به اون شماره هایی که با شما تماس گرفتن، یعنی همون شماره های عجیب غریب و ترسناک که صدای نفس زدن میاد، ممکنه هکر باشن، ممکنه کلاهبردار باشن و هر خطری که داشته رو همون شماره ها رو انتخاب کنم، ترسناک تریناشو و باهاشون تماس بگیرم. این شماره مال کدوم کشوره؟ واسه یک کشور نیست. هر کدوم از شمارهایی که اینجا نوشتم مال یک کشور متفاوته. چند تا شماره است؟ بی نهایت. اما الان قراره با هم بفهمیم که این شماره ها آیا واسه من و شما خطرناکه یا نه. آیا امکان کلاهبرداری هست؟ آیا امکان هک شدن هست؟ ببینیم گوگل چی میگه.
اگه سوالتون رو درست توی گوگل سرچ کنین متوجه میشید مقاله های زیادی راجع به این شماره های ناشناس منتشر شده که یکی از مقاله ها رو خلاصه واسهتون تعریف میکنم. در سایت اول گفته شده دلیل تماس گرفتن این شماره های ناشناس به شما به خاطر همکاری چند اپراتور با همه که از این طریق به یه درآمد غیرقانونی میرسن و تا حدی کلاهبرداری میکنن. الان با این شماره میخوای چیکار کنی دقیقا؟ نمیدونم. ببین الان بیا با همون شماره‌ای که به موبایلم زنگ زد، موبایلم خاموش شد. بیا الان دوباره باش تماس بگیریم. خیلی خوب. شماره رو بخون. مثبت 1 828 برو اونجا یه دفترم اونجا وایستا، اعدادو بهت میگم تو بنویس باشه. 4 تا 3 0 1 1 0 مکس کرد 3 تا 0 1 1 0. پایین‌تر نوشته اکثر کسایی که با شما تماس میگیرن بات هستن که به صورت رندوم با شماره هایی که بهش دستور دادن تماس میگیره و حساب سیم کارتشون رو خالی میکنه. برای مثال بعضی از کشورها هزینه مکالمه زیادی دارن وقتی به اون کشور زنگ میزنی. وقتی بهتون زنگ بزنن و جواب بدید ممکنه به ازای 4 ثانیه چیزی معادل 10,000 تومان از شارژ سیم کارتتون رو کسر کنن. حالا ممکنه خیلیا بیان بگن یه لحظه واستا ببینم، وقتی اونا با هم تماس میگیرن و من جواب میدم چرا شارژ سیم کارت، چرا هزینه شارژ از حساب من کم میشه؟ اون با هم تماس گرفته. چرا؟ که خب این حرف کاملا درسته. من نگفتم که اونا وقتی باهاتون تماس میگیرن و جواب بدید پول از حساب شما کسر میشه اصلا. برای مثال فرض کنید که یه همچین شماره ناشناسی باهاتون تماس میگیرن. این شماره ها که باتن در مثلا حداقل 3 ثانیه باهاتون تماس میگیرن، یعنی 3 ثانیه به موبایلتون زنگ میزنن و قطع میکنن. بعد شما کنجکاو میشین که آره این شخص کیه، چرا موبایل رو قطع کرد، چرا اینقدر مثلا یه تگ زد سری قطع کرد. پس چیکار میکنین؟ بهش زنگ میزنین و زمانی که بهش زنگ میزنین اینجاست که بوم پولو از حساب شارژتون دریافت میکنه و میخوره. و بله به همین راحتی. حالا حقه رو فهمیدید؟ خیلی خوب. الان که این کدا رو زدم، خب ترجمهشون کردم، شد www. آدرس یه سایت این کد ظاهرا. خب www. خیلی خوب وارد سایت شدی. این چه سایتیه؟ مثل یه سایت چت نه؟ یعنی کلاهبرداری نبوده؟ حسین؟ چی؟ اینجا چه خبره؟ چه سایتیه؟ یه مش روانی همه. مطمئن این سایتش یه سایت امنیه؟ چی بودی؟ ببین اینا دارن یه جمله های خاصی میگن، یه کد دارن میدن. 666 اینا آخه چیه؟ حسین؟ بیرون شو از سایت. فکر کنم نباید وارد سایتش میشدیم. حسین خودش داره چرا؟ حسین خودش داره بیرون شو از سایتش. بیرون شو میگم از سایتش. آقایون اینجا چه خبره؟ آره راستش چیزه، موبایلمون هک شده راستش. میتونم بپرسم چرا؟ آره یه زنگ خورد گوشی ناشناس بی جواب دادیم. دقیقاً
هک شدن تلفن همراه از طریق جواب دادن تماس و زنگ زدن به کسی اصلا امکان پذیر نیستش و اصلا چنین چیزی ممکن نیست که شما با جواب دادن یه تماس تلفنتون هک بشه و همه این مطالب شایع است. خیالتون راحت. خب راستش علاوه بر این که شماره یه ناشناس رو جواب دادیم، وارد یه سایت ناشناس هم شدیم و روی یه لینک ناشناس هم کلیک کردیم. او پس دهن شما سرویسه. موفق باشید. ادامه بدید. متشکرم. مرسی. خیلی خوب. ادامه پلان 4 برداشت 5. برو. شماره‌شو شروع کن اینجا. 1 2 3 برو. خیلی خوب. پس فکر کنم متوجه شدین که این تماس گرفتن اونا به شما در صورتی که جوابم بدین هیچ مشکل و هیچ ترس خاصی به غیر از اینکه حساب سیم کارتتون رو خالی میکنن نداره. یعنی الکی ترسای گنده به خودتون وارد نکنین. هیچ کاری از این بیشتر نمیتونن انجام بدن. خیلی راحت شما آره خلاصه داشتم میگفتم شماره رو خیلی راحت بلاک کنید و برید سراغ زندگیتون به همین راحتی. حالا یه سوال اینجا پیش میاد. من همین چند ثانیه پیش گفتم که این تماس گرفتن این افراد با شما هیچ وجه تاریک و ترسناکی نداره، درسته؟ اما خب برای بچه چیز دیگه ای میگن. اینا میگن وقتی اونا تماس گرفتن و جواب دادن صدای زمزمه شنیدن، صداهای ترسناکی شنیدن، مثلا اتفاقای عجیب تری افتاده واسهشون. پس خب داستان اینا چی میشه؟ به خاطر همین من واسه اینکه بفهمم داستان چیه و شما رو مطلع کنم تمامی شماره هایی که برای بچه گفتم وقتی باهاشون تماس گرفتن زمزمه شنیدن، صدای عجیب شنیدن یا هر چی بوده رو جمع کردم، همه اون خفنا رو، و قراره بهشون زنگ بزنم که اگرچه اسپانسر مالی این برنامه یکم تحت فشار قرار میگیره با اینکه اسپانسرشم خودمم، اما خب چاره ای نیست دیگه، باید بریم این کار رو انجام بدیم. که خب من باید برم شارژ بخرم. البته آدم خسیسی نیستم.